این ادامه آن همون تحقیرها. حامیان حقوق حکم 7.5 سال زندان عبدالله غربتی را ناعادلانه و یک نوع نقار برای تنقیدهای او از عملکردهای مقامات خواندند. از جمله گزارشگران بدون مرز، یک سازمان حامی حقوق خبرنگاران در فرانسه، از مقامات تاجیکستان خواست که او را بلافاصله آزاد کند. ما با مسئول صحت در مسائل آزادی بیان ترزا ریبیرو که همین روزها با یک هیئت در تاجیکستان قرار دارد درباره این حکم آگاه کردیم و از او خواستیم که واکنشی بسیار سخت نشان دهد. گزارشگران بدون مرز بلافاصله آزاد کردن او را تقاضا می کنند. مذهب جمعه یکی از همکاران سابق عبدالله غربتی حکم دادگاه را بسیار سنگین و ناحق نامید و گفت که جریان محاکمه آلوده به قانون شکنی و نقض حقوق خبرنگار بوده است. چون می نماید که هدف اعلانی حقوق و هدف جزا دادن عبدالله کدام یک قصاصگیری، کدام یک مقامداری بود که با این راه به دیگر ژورنالیستان و به دیگر اندیشان پیام داد، پیام یا هشدار بدهد که ببینید دست ما چقدر دراز است، ما میتونیم در هر لحظه شما را توانیم قبل جزا بدهیم. تحلیلگران حکم عبدالله غربتی را یک نشانه باز هم بدتر شدن وضع حقوق انسان و آزادی بیان و شدیدتر شدن فشار بالای آزاد اندیشان در تاجیکستان خواندند که خلاف همه گونه عهدهداری های کشور در عرصه جهانی است. حکم خبرنگار و بلاگر عبدالله غربتی ناعادلانه است و به آبروی به این هم داغدار تاجیکستان از نظر وضع حقوق بشر داغ دیگری زن میکند. تنقید کاری ساختارهای دولتی جنایت نیست، به خصوص وقتی چنین تنقید از زبان ژورنالیستان و بلاگران صدا می‌دهد. این وظیفه اولین درجه آنهاست. عبدالله غربتی برای فعالیت‌های کسبی‌اش مورد تعقیب حکومت قرار گرفت. آزادی بیان محک جامعه باز و دموکراتی است و در چنین جامعه حالت‌های مثل تعقیب ژورنالیستان و دیگر شخصان دارای اندیشه انتقادی وجود ندارند. نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید پس درهای بسته برگزار شدن مرافعه دادگاهی عبدالله تأمین عدالت سودی را زیر سوال برد. زیرا گناه‌های عبدالله را اگر با دلیل‌های شرعی اثبات کرده میتوانستند، مقامات باید آشکارا در مرافعه آزاد این قضیه دیلا را بررسی میکردن، قضیه را بررسی میکردن تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست زده است. اعلان حکم عبدالله غربتی امید به آزادی خبرنگاران بازداشت شده را کمتر کرده است. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام علی الفت خانم محمدشاه و ذوقی سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت خبرنگاران را به اساس خوانده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات در برابر این دعوت‌ها خاموشند.